به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان بیننده، امروز درباره قهرمانی ابوبکر در هجرت صحبت خواهیم کرد که آن را آیت از آیات‌های قرآن مجید جاویدانی کرده است و صراحتاً این آیت دلالت بر آن می‌کند که ابوبکر منزله دارد که یگان صحابی آن منزلت را و آن مقام را ندارد. الله تعالی درباره ابوبکر صدیق میگه که ثانی اثنین اذ هما فی الغار، یکی از آن دو که در غار بودند، یعنی پیامبر و ابوبکر در نظر دارد. یعنی صراحتا اینجا درباره ابوبکر صدیق رضی الله عنه صحبت می‌شود که ابوبکر در همه جا دوم بود. خیلی که در اینجا اول پیامبر و بعد ابوبکر آیت ذکر کرد، در اسلام هم همین است. اولین مثلا شخصی که اسلام اعلان کرد پیامبر بودند، بعد از اون ابوبکر. اولین شخصی که دعوت کرد پیامبر، دومین شخصی که بعد از او ابوبکر صدیق. و در مواجهه برخورد با مشرکان عیناً همین شکل، اول پیامبر صلی الله علیه و آله با آنها برخورد کردند، بعد ابوبکر صدیق. در هجرت نیست همین چنین. در سروری امت و امور امت را به دست گرفتن و به ولی امر مسلمین شدن، اول پیامبر بودند، بعد از آن ابوبکر صدیق، که این یک کرامت الهی به این بنده سباق و سابق در اسلام است. وقتی که آیتی و سابقون الاولون خونده باشد، اولین شخصی که داخل باشد این ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه است. بنابراین برادر عزیز، وقتی که درباره ابوبکر گپ می‌زنیم، باید همه این آیات ها پیش نظر ما آید. ابوبکر هم فقط یک خلیفه نیست، فقط پدر عایشه نیست یا فلان نیست، بلکه شخصی است که قرآن او را بعد از پیامبر همیشه ذکر کرده است. ابوبکر این همون شخصی است که بعد از رسول صلی الله علیه و آله هم که پیامبر که غایب میشدن، ابوبکر یکم میشد بعد پیامبر. این تمام امت قبول داشت. حدیث های از ابن عمر و از دیگه صحابه است که ما در زمان پیامبر میگفتیم که ابوبکر بعد عمر و پیامبر میرفت، میگه پیامبر این کار نمیکرد. یعنی پیامبر هم قبول داشتن یک سنتی به تقریری خود که ابوبکر بعد خودشون چی است؟ پیشوای امت محمد صلی الله علیه و سلم است. یعنی توافقی عملی و قولی و روحی بین ابوبکر و پیامبر بود. این میتونیم در صلح حدیبیه دید دوستان عزیز. در صلح حدیبیه وقتی که پیامبر صلح بستند و یکی از بندهای صلح این بود که شما امسال باز میگردید به عمره نمیروید. یا بند دیگر حساب بنده بود که در حقیقت خیلی ها رو ناراحت کرده بود. میگفتن که اگر شخص از مکه که در زیر سلطه کافر است مسلمان شود و به مدینه هجرت کرده آید، باید مسلمانان او را به مکه سپارند. اما برعکسش نه، که برای مسلمانان خیلی وزن افتاد. چخیل ما یعنی از اونها مسلمان می آید و ما میسپاریم و عکسش میگه نمیشه این چیز. در اینجا عمر ابن الخطاب اومد پیش ابوبکر صدیق اعتراضش بیان کرد. بین ابوبکر صدیق میگه که وقتی عمر این چیز رو میپرسید، گفتن که یا عمر الزم غرزه. ای عمر، هم پیامبر قدم به قدم گفت از قفا شد. پیامبر است که هیچگاه چی خطا نمیکند و همه کارش از طریق وحی است. عمر اکتفا نکرد، با پیش پیامبر اومد عیناً همین چیز تکرار کرد. آخی شما رسول خدا هستید؟ همه رسول خدا هستند. ما شما وعده کردید که عمر میکنیم. ها خیلی پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که انا عبد الله و رسوله لا اخالف امره ولا یضیعنی. من بنده خدا هستم و پیروی امر و دستور خدا هستم و خدا مرا ضایع نمیکنه. ببین اینجا تمام تسلیم ابوبکر که عیناً همون چیزی که ابوبکر گفت پیامبرم برای عمر گفت. گرچه که اونها در یک جا نبودن، شاید که بینشون مسافه بود کمتر، لیکن همون توافق چخیلی گفتیم روحی و توافق قولی و عملی ابوبکر با پیامبر صلی الله علیه و آله و خود عمر هم رفته از ابوبکر پرسیده این بود که در قرار نفسو می‌دونستن که ابوبکر شخصی دو بعد پیامبر صلی الله علیه و آله. این فقط یعنی تا مشرکان می‌دونستن در جنگ احد وقتی مسلمانان مغلوب شدند، ابو سفیان اومده گفت که محمد هست بیناتون؟ گفت که پیامبر گفتن جواب نده. و گفت ابوبکر هست؟ هیچ کی جواب نداد. عمر هست؟ هیچ کی جواب نداد. ابو سفیان در اون حالی که مشرک بود درک می‌کردن که دوم شخص بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم ابوبکر است، در حالی که بعضی بنو مسلمان ها چه به ابوبکر طعنه میزنند. اینجا یک بسیار مقایسه یا اینکه مقارنه عجیب از شیخ زید از زید صاحب کتاب فقه السیره آورده است درباره هجرت موسی با قومش و هجرت محمد صلی الله علیه و سلم با ابوبکر. باید که من زیباتر از این ندیدم. بسیار یک استنباط و برداشتی دلنشینه کرده. ببینید میگه که یکم
اصحاب موسی گفتن که این لمدرکون، ای موسی او فرعون ما رو دریاب کرده است، ما رو دریاب میکنه فرعون، یعنی ما رو دستگیر میکنه نزدیک است. اما در حالی که میگه دوست و صاحب محمد صلی الله علیه و سلم با ابوبکر با محمد که در غار بودن آرام بود، مطمئن بود، لیکن برای دوست خودش غمگین بود. میترسید به پیامبر صلی الله علیه و سلم، از حیات پیامبر در حزن و غم و اندوه بود که پیامبر اگر که کشته شوند چی میشه. وقتی که جواب موسی را میبینیم برای قومش، وقتی قوم گفت که ما رو دریاب میکنند، موسی علیه السلام چی گفتن؟ کلا، هرگز، ان معی ربی سیهدین، مرا همراهم خدای است که مرا راهنمایی میکنه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ لا تحزن ان الله معنا، غمگین مشه و خدا با ما هست. اکنون دویم مقارنه بدید، همه آیات در دویم جو مقارنه کنه، میگه که موسی علیه السلام برای قوم خودش گفتن که این معی ربی، همراه من پروردگارم است. اما محمد علیه السلام به ابوبکر چی گفتن؟ ان الله معنا، الله با ما هست. یعنی این معیت خاص، همراهی ویژه خدا با موسی هست، با قوم نیست. چون که موسی گفتن که این معی ربی، با من پروردگارم است. دویم معیتی که برای پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده است، اون میگه معیت خدا هم برای محمد علیه السلام هم برای ابوبکر قائل شد. چون که پیامبر گفتن که ان الله معنا، خدا با ما هست ای ابوبکر. فرقیت دیدید؟ یعنی خلاصه چی است؟ موسی علیه السلام گفتن که خدا با من است، یعنی با شما نه، با قوم، با من است. گفتم این معیت خاص خدا است. و محمد علیه السلام معیت خاص را با خودشان با ابوبکر قائل شدند. معیت یعنی همراهی خاص ویژه خدا را هم با خودشان هم با ابوبکر صدیق قائل شدند. بنابراین نجات قوم موسی، برادران، نجات قوم موسی سببش این معیت خاصی الله تعالی با موسی بود که با این خداوند موسی را اکرام و عزت بخشید و قومش تابع او بودند. یعنی گویا خدا گفت که من شما را به برکت موسی نجات داده ایستادم. اما درباره نجات صدیق رضی الله عنه تعالی میبینیم که دوست محمد صلی الله علیه و سلم معیت الهی، معیت چی است؟ به تبعیت به پیامبر نیست، بلکه به هر دوشون خدا وعده همراهی رو داد. ان الله معنا، خدا با ما است، هم مع النبی و هم مع ابی بکر صدیق رضی الله تعالی عنه. در حالی که خیلی گفتیم برای موسی، تنها برای موسی اونجا معیت بود، اینجا معیت برای کی است؟ محمد صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق. این چنین در اینجا دوستان، خصوصا برای دوستای طالب علم تعلق دارد، اینجا مکانتی که درباره ابوبکر است، در اینجا معلوم میشود که الله تعالی برای موسی گفت که وقتی موسی رو قومش گفتن که مدرکون ما رو دریاب کردن، گفت که ان معی ربی، همراه من پروردگارم است، رب من است. گفت و الله تعالی وقتی درباره پیامبر گپ زد، اینجا گفت که ان الله معنا، الله با ما هست. یعنی ببینید اونجا معیت یعنی همراهی ربانی هست، پروردگاری هست در موسی، و در محمد علیه السلام و ابوبکر معیت الهی هست. خب یعنی و معنای ربوبیت دارد، اونجا که تعلق دارد به التجا، یعنی که بزاری کردن و به التجا کردن به پروردگار همراه خوف و همراه پریشانی، در حالی که وقتی معیت الهی میگیم از این پرتر است. در اینجا بنده خودش را به خدا میسپارد، در اینجا بنده میگه که و افوض امری الی الله، در اینجا بنده طمأنینت دارد، آرام دارد، ثقه دارد، یقین دارد که اللهش او را نجات خواهد داد. این فرق بین ربی و الله، چون رب اینجا درباره ربوبیت گپ میزند و الله درباره الوهیت گپ میزند. بنابراین این پرتر است. در اینجا هم چی است؟ معیت خاصی الله تعالی برای محمد صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق بالاتر از اون معیتی که برای موسی علیه السلام بود. و اخیرا میگوید که این معیت موسی، اون معیت و همراهی که خدای تعالی برای موسی گفته بود، ببینید چه توضیح استنباط عجیب کرده. میگوید که نفس خودش رو موسی از ذکر رب خودش پیش گرفت. این خیلی که در چی دیده شده اینجا آیات میگه که
این معی ربی، با من رب من است. یعنی اینجا موسی خودش را از ذکر نام ربش پیش گرفت، معی ربی گفت. لکن معیت محمد علیه السلام و معیت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه که در اون ذکر الله پیش می ایستد، میگوید که این الله معنا، الله با ما هست. فرقش رفته؟ با من پروردگارم است، با من. اینجا چی گفت؟ الله با من است. این فرقیتی خیلی بزرگ بین این دو چی است. یعنی که اینجا که الله با من است، یک نمود چی است؟ آرامی هست، یقین است، باوری کامل به الله تعالی هست که در این چیز ابوبکر و محمد علیه السلام و ابوبکر مشترک است. قرآن میگه این الله معنا. خب در مقابل که اینجا موسی علیه السلام چی گفتن؟ معی ربی. این چهار چیزی که از اون آیات استنباط شد. بین دوستان زید خیلی برای ما گوهرها رو از بحر قرآن برای ما پیشکش کردن. ببینید که خیلی گفته گذاشتیم معیتی که خدا با موسی داشت خاص موسی بود. قومش جدا بودن، قومش تابع موسی بودن در این چیز. خدای تعالی بر اونها من با اونها هستم نگفت، با تو هستم. یا موسی گفت که خدا من با من است، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را و ابوبکر را الله تعالی چه گفت؟ من با شما هستم. پیامبر گفتن که الله تعالی با ما هست، یعنی با من و تو هست. معیت خاص خودش را هم برای پیامبر اثبات کرد و هم برای ابوبکر صدیق که این در حقیقت فضیلتی است که هیچ کی در اون در ابوبکر اشتراک نداره. اینو بریم بعضی علما میگن که فضائل ابوبکر خصائصش هست، میگن که هیچ کی در اون با ابوبکر برابر نمیشه. در حالی که دیگه صحابه فضائل دارن که در اون اشتراک هست، یعنی که دیگه صحابه مثل همه حدیث در حقش شده است. لیکن ابوبکر احادیثی که در حق او گفتن در حق هیچ کسی دیگه این حدیث رو پیامبر نگفتن. الله تعالی از یاری با وفای پیامبر صدیق اکبر ابوبکر که همیشه یار و یاوری پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و با جان و با مال خودش در خدمت اسلام بود، بخشد و از او راضی باشد و ما را از پیروان حقیقی پیامبر صلی الله علیه و سلم و محبان حقیقی اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم بگرداند. تا حلقه آینده و السلام علیکم و رحمت الله.